بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. عزیزم محمد رضا انصاری علیکم نظری السلام. هستم. بفرمایید برادر از بزرگوار. استان ترکمن صحرا. بفرمایید برادر عزیزمون از ترکمن صحرا. آقای انصاری، زنده باشید، سلامت باشید. آقای انصاری، خدا اون شیری که مادرت خوردی حلالت باشه به خدا. زنده باشید. واقعا یعنی خوشا به اون مادری که شما را تربیت کرده، خوشا به اون پدری که شما را تربیت کرده، خوشا به اون استادایی که شما را تربیت کردن. واقعا ما برنامه شما رو میبینیم اصلا از خوشحالی بال در میاریم. خدا شاهده. ما تمام شبکه‌های تولیدی رو نگاه میکنیم. این نیستش که بگم فقط این و اونه، هر گلی یه بوی داره. عرضم حضور شما که اینم میدونیم که پدر توحید ایران آقای ملازاده اولین کسی بودن که تو این برنامه توحیدی رو تو رنگارنگ شروع کردن. قدرش هم میدونیم، دوستش هم داریم. تمام مشکل هم باشه بین برادر خودمون حل میکنیم. به منافقه هیچ ربطی نداره. یکی آقای شریفی بیشرف، شما هر موقع صحبت از مادر ما کردی اهانت کردی. چطور رود میشه؟ چطور واقعا؟ یعنی موقع که خودت تنها نشستی نمیگی خدایا من که همین الان این ملک الموت میاد نفس منو بگیره، من اگه ببرم جلو پیامبر بشینم بگم بیا رسول الله بزنت اهانت کردم، چه جوابی داری بدی؟ درست. از خدا نمیترسی، حیا نمیکنی، شرم نمیکنی، به مادر مؤمنان اهانت میکنی. بعدم شما اینو میگین که آره زن لوط هم نمیدونم فاسده بوده فاجره بوده. آقا زن لوط که خدا اونجا چیزی عذابش کرد؟ مگه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام حضرت عایشه ام المؤمنین رو طلاقش داد؟ مگه اینو با قول گفتن با هم تا آخرین روز زندگی نکردن؟ آخه چطور پیامبری میشه که نمیدونه این زنش فاسده فاجره؟ آخه این چه پیامبریه که نمیدونه زنش سالم یا ناقصه؟ نمیدونم والا. اینا که بهانت میکنن. آقای انصاری من رفته بودم مشهد، بعد توی روستایی داشتیم بار خالی میکردیم کامی با کامیون، یه دونه موش رد شد. یکی اینا گفت عایشه عایشه. گفتم چی؟ گفت عایشه به موش. باورت نمیشه آقای انصاری. بعد بار خالی کردیم گفتیم آقا اجازه میدید ما بیام تو خونه یه صبحانه بخوریم؟ گفت آره. رفتم اون موقع که داشتن صبحانه می آوردن گفتم خانم تو آشپزخانه اوپن بود داده میشد، گفتم خانم گربه میشه یه مربا برای ما بیاری؟ این یارو رفتش غیرت یه جوری نگاه کرد گفت آقا چی میگی تو؟ سر سفره من نشستی به زن من میگی گربه؟ گفتم خوش با غیرتت، تو به زن پیامبرت میگی موش، من با شوخی به زنت میگم گربه، تو بدت میاد. تو یعنی با قول گفتن غیرتت از پیامبر بالاتره. تو خیلی ناموس دوست داری پیامبر که تو همین 10 دقیقه پیش به زنش گفتی موش. آخه این چه پیامبریه که زنش میگی موش ولی به زن خودت جلو رو خودت دارم میگم گربه؟ بهت بدتر میخوره. از خدا بترس. یعنی زنش اومد گفت برادر واقعا من شرمندم، این بی عقل، این عقل نره، میره یه جایی عقلش پار میکنن، این از بی عقلش گفت من ناراحت نباش. گفتم نه، این وقتی که زن پیامبر رو داره اهانت میکنه، یا مسلمانی باید زن پیامبر رو دوست داشته باشی یا منافقی که باید به زن پیامبر اهانت بکنی. ببخشید مزاحم شدیم، تونتون صحبت کردیم. واقعا خوشحال میشیم شما رو میبینیم. ان خدا هم تو این دنیا هم تو اون دنیا با پیامبر ما رو مشهور کنه. آمین. آمین. شما رو همچنین. زنده باشید. تشکر از شما. الله مطالب ستون کنه.